فارس رایت؟ بله درست. زبان فارسی چه دوره‌هایی رو پشت سر گذاشته؟ زبان فارسی از ابتدا تا به الان 3 دوره مهم رو پشت سر گذاشته. یکی زبان باستان، میانه و زبان نو. زبان باستان که از 5000 سال تا 500 تا 300 سال پیش از میلاد بوده و اون موقع دوره‌ای بوده که هخامنشیان بر ایران حکومت می‌کردن و چون از منطقه فارس بودن زبان پارسی رو رایج کرده بودن. منطقه‌ای که هخامنشیان برش حکومت می‌کردن بسیار گسترده بوده، یعنی فلات ایران از هندوستان تا آنتالیا بوده و به این خاطر اقوام زیادی به زبان‌های زیادی گویش داشتن. مثلا یه فردی که از حکمتانه با زبان مادی حرف می‌زده و یک کسی که از خوارزم با زبان خوارزمی حرف می‌زده، اینا وقتی می‌خواستن که یه درک متقابل از همدیگه داشته باشن با زبان پارسی حرف می‌زدن. اون موقع خط میخی بوده. ولی بعد سلوکیان بر ایران حمله میکنن که به هر حال 100 تا 200 سال اونها بودن، ولی باز هم اشکانیان پس میگیرن، کشورهای که به هر حال در قلمرو ایران بوده رو پس میگیرن و بر ایران حکومت میکنن. اونها زبان پارتی رو رایج میکنن و بعد از اشکانیان ساسانیان روی کار میان که اونها زبان باز پارسی رو رایج میکنن، چون اونها هم از منطقه فارس بودن. بعد اما این زبان پارسی که در دوره ساسانیان بوده بسیار فرق میکنه با دوره پارسی. زبان فارسی زبان دوره هخامنشیان، چون تحت تاثیر زبان پارتی قرار گرفته، به همین خاطر بهش میگفتند که زبان پلهوی و بعدا شد زبان پهلوی. و بعد تقریبا تا قرن 9 میلادی این زبان میانه گسترش داشت و خطی که اون موقع بود خط آرامی بود. میتونیم کتاب اوستا دین زرتشت رو با این خط نوشته شده یاد بکنیم و در دوره هخامنشیان اون نوشته های توی تخت جمشید و بیستون هم به خط میخی زبان فارسی هستش. خیلی جالب. آره و بعدش از قرن 9 به این بر البته اعراب حمله کردن. عرب حمله کردن و 2 قرن دوره سکوت ایران بود به خاطر که زبان عربی میخواست که رایج باشه و اینا. اما ساسانیان که توی تیسفون زندگی میکردن و پایتختشون بود، اینا فرار میکنن به شمال شرقی ایران، همونجا به هر حال ساکن میشن و زبان دری که همون زبان درباری هست رو شروع میکنن به حرف زدن و بعد از یه مدت میان همون زبان دری رو رایج میکنن و با زبانی که در شرق ایران بوده که بیشتر تحت تاثیر در غرب ایران بوده که بیشتر تحت تاثیر زبان عربی بوده در هم آمیخته میشه و زبان نوعی رو که از قرن 9 میلادی تا به امروز ما داریم صحبت میکنیم زبان نو یا زبان نو ایرانی یا فارسی هستش. زبان پهلوی با سلسله پهلوی ارتباطی نداره؟ نه نداره، برای اینکه اصلا تا قبل از رضا شاه که رضاخان میرپنج بهش لقب میدادن، مردم با لقباشون شناخته میشدن و به همین خاطر میرپنج هم به خاطر که ایشون توی نظامی بوده بهش میرپنج میگفتن و بعدی که قرار شد شناسنامه دار بشه قرار شده که هر کسی بیاد یه فامیلی برای خودش انتخاب بکنه و رضاخان لقب پهلوی رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه به زبان و اون دوره مثلا تاریخی ایران بسیار وابسته بوده و یه ارتباط و یه دونه مشخصه نمادین بوده از ارتباطش با قبل. خب ریشه زبان فارسی اصلا از کجا میاد؟ اصلا چه ربطی هم به زبان عربی داره؟ خب خیلی سوال خوبیه، برای که خیلی ها فکر میکنن زبان فارسی با زبان عربی یکیه، در حالی که واقعا متفاوته. میگه ویلیام جونز در سال 1786 یک زبانشناس بوده، خاورشناس بوده و میخواسته که داشته مطالعه میکرده زبانهای سانسکریت و لاتین و فارسی باستان رو، متوجه میشه این زبانها خیلی به هم دیگه شبیه هستن، بسیار کلمات دارن که شبیه هم هستن. پس متوجه میشه که اینا از یه زبان مشترک نشأت میگیرن و این زبان مشترک بعدها به عنوان یه زبان مادر شناخته میشه به نام زبانهای هندو اروپایی که زبان ما یکی از زیر شاخه‌های زبانهای هندو اروپایی به نام هندو ایرانی و ما زبانمون از اون
نشأت میگیره. اما زبان عربی از زبانهای حامی و سامی هستش. زبان عربی عبری از اون زبان هستن، یعنی ما از لحاظ ریشه‌ای کاملا با زبان عربی متفاوت هستیم، از لحاظ ساختاری متفاوت هستیم. اونها بسیار دستور زبانشون پیچیده است. اونها همیشه با فعل شروع میکنن، یعنی VSO هستن، ورب اول بعد سابجکت بعد آبجکت، ولی ما سابجکتمون یعنی فاعل و بعدش مفعول داریم، آبجکت و بعدش ورب در انتها داریم، یعنی کاملا فهم. و اونها برای همه چیز حتی صفت‌ها و اسم‌ها جنسیت و عدد قائل هستن، در حالی که ما خیلی فقط تنها فعلای ما هستن که صرف میشن. بله آقای هنری مثلا فرض بفرمایید خانم که دارن فارسی رو درس میدن و معلم زبان فارسی هستن و رشته تحصیلیشون این هست، این خیلی جالبه که مثلا فرض بفرمایید من خیلی ها رو میبینم اینجا که متاسفم بچه هاشون اینجا به دنیا اومدن، اینجا بزرگ شدن، یک کلمه فارسی نمیدونن و این بدترین کار ممکن است. و درود بر اون پدر مادرایی که از اول با بچه هم فارسی صحبت کردن هم انگلیسی و این بچه الان دکترم شده، واقعا میگم دکتر شده، ولی فارسیش از منی که تو ایران بزرگ شدم خیلی بهتره. بله دقیقاً. بعد یه پله دیگه هم هست که گذاشتن مثلا مدرسه‌های فارسی زبان و خوندن و نوشتن هم یاد گرفتن. اون کاری بود که من متاسفانه زبان فارسی یکی از 4مین زبان‌های کلاسیک دنیاست. یعنی تو اوایل قرن 19 این زبانشناسا وقتی جمع شدن 4 تا زبان فقط به عنوان زبان کلاسیک شناختن، یکی فارسی، یکی لاتین، سانسکریت و یکی دیگهش سانسکریت و لاتین و یونانی. 4 تا زبانی که زبان کلاسیک. حالا چرا بهش میگن کلاسیک؟ به خاطر که تو هزاره آخر این دورهشون هم تغییرات کمتری کردن، هم اینکه دارای ادبیات بسیار بسیار غنی بودن. مثلا توی ادبیات ما شما نگاه کن، زبان فارسی رودکی رو داریم، خیام، مولانا، حافظ، سعدی، فردوسی. یعنی اصلا باور کنید من کسانی میشناسم مثلا آقای کبیر که میخواسته فقط برای که مولانا رو خوب یاد بگیره و درک بهتری داشته باشه زبان فارسی رو یاد گرفته. چقدر اتفاقا من چند نفر رو میشناسم که فقط به خاطر مولانا اومدن فارسی یاد گرفتن. اصلا الان اینجا خوشبختانه یه تعدادی هستن که کلاسای در وصف مولانا گذاشتن و آدمای زیادی میرن اونجا و اصلا مولانا رو دارن بیشتر میشناسن و حتی فردوسی، سعدی، حافظ، اینا یعنی واقعا اینا گوهرهای در ایران هستن که واقعا بی‌نظیرن و متاسفانه جامعه ما اونجوری که باید از اینا استقبال بکنه تا حالا نکرده. بدونه نداره. دقیقاً exactly. خب مانا جون عزیزم، تو از شعر استفاده میکنی که بخوای درس بدی؟ یعنی چه شعرهایی رو استفاده میکنی؟ یا اصلا از شعر استفاده میکنی مثلا به یه امریکایی که میخواد فارسی یاد بگیره از طریق شعر و اینا؟ من حقیقتا شعر رو بیشتر برای همون بچه‌ها که تو اون سن 7-8 سالگی هستن شعرهای خیلی کودکانه رو برای مادر پدراشون میفرستم و همیشه خودم هم توی کلاس آنلاین هم پخش میکنم. مثلا یوتیوب دارم قلقلی، اینا وقتی یه چیزای ریتمیک رو گوش میدن خیلی راحت‌تر میتونن یاد بگیرن. به این خاطر به پدرهاشون میگم که توی مثلا اون فاصله که دارین از مدرسه میبرینشون خونه یا از خونه میبرینشون مدرسه، اینا رو پخش کنید خواهش میکنم. این بچه هر چیز رو که میره توی گوشش ضبط میشه توی ذهنش و باعث میشه که اینا زودتر یاد بگیرن، چون هرچی تعداد کلمات بیشتر فارسی رو بشنون فرض زدن براشون راحت تره. بله دقیقاً. خب فرق بین ادالت و بچه ها چیه درس دادنش؟ بچه ها تا وقتی که به سن نوجوانی نرسیدن خب میگن که ذهن مثل اسفنج مانند دارن، خیلی راحت تر میتونن هر چیز رو یاد بگیرن و زبان دوم هم خیلی راحت تر میتونن یاد بگیرن. اما اگر رسیدن به زمان نوجوانی بهتر که اصلا بهشون هیچ فشاری نیاد، چون اونا از درس گریزانن، براشون فرق هم نمیکنه چه درسی باشه. اما وقتی ادالت شدن، مثل الان من باور کنید خیلی دانش آموزایی دارم که ادالتن، مثلا 25 ساله 35 ساله
32 ساله و اینا ایرانی، شوهراشون ایرانیان یا دوست پسراشون دوست دختراشون ایرانی هستن و میخوان زبان ایرانی رو یاد بگیرن که بتونن احساسات همدیگر رو بهتر درک بکنن. خیلی راحت‌تر درک کنن. چقدر جالبه امریکاییایی که در اینستاگرام فارسی صحبت میکنن. خیلی قشنگ هست که اصلا بزرگترین چالش برای امریکایی که بخواد فارسی یاد بگیره چیه؟ والا اولا اینکه اینا یه سری چیز داریم، یه سری حروفی داریم توی فارسی که اونا توی انگلیسی ندارن، مثل خ ندارن. برای هم اینا رو یه مقداری مشکل تلفظ میکنن، ولی باور کنین در سر تمرین حتما خوب تلفظ میکنن. من الان دارم چی؟ هست مثلا اینو مثلا چون که چاکنایه خیلی سخت میشه تلفظ کرد. معلم مثلا بد و بعد، میدونی یه عین وسطش رو اینا مثلا یه کمی که باید از ته گلو تلفظ کنن که میگم که کم کم. من الان یه دونه دانش آموز دارم که شوهر ایرانی داره، شاید الان نزدیک 5 ماه با من هست، ولی چون که تمرین خوبی داره، پرکتیس خوبی داره، بابا اینقدر قشنگ با من داره حرف میزنه. شوهرش به من میگه من قراره بابام بریم عربی یاد بگیریم، چون هر چی حرف میزنیم این داره میفهمه ما دیگه داریم چی میگیم. برای شوخی البته میگه، ولی واقعا من هر چی به آمریکایی یاد میگیری که بفهمه. آمریکاییایی که دارن یاد میگیرن به نظر من چون عدالتن خیلی خوب یاد میگیرن. من یه دانش آموزی دارم 36-7 سالشه، وکیله و ایشون وقتی اومد یاد بگیره گفت من پدر مادرمو نمیبخشم، چرا که اونا وقتی که به من فارسی حرف زدن و من بهشون انگلیسی جواب دادن اونا تسلیم من شدن. میدونی چی دارم میگم؟ میگفت نباید مامان باباها تسلیم ما بچه‌ها بشن، ما هرچی هم فارسی حرف انگلیسی جواب دادیم اونا بازم با ما فارسی حرف بزنن. و من الان شده 35-6 سالم اونجور که باید شاید نمیتونم فارسی حرف بزنم. این خاطره که ازتون خواهش میکنم پدر مادرای عزیز حتما با بچه‌هاتون فارسی حرف بزنید. حتی اگه اونا به شما انگلیسی جواب میدن بازم شما فارسی حرف بزنید، یعنی براشون وقت بذارید. باور کنید که وقتی بزرگ شدن خیلی خیلی قدردان زحمت‌های شما خواهند شد. حالا به این که دنبال حرف شما که تایید میکنم و واقعا همینطوری که گفتین درسته، من میگم پدر مادرها وظیفه دارن، باید به بچه ها غیر از فارسی یاد دادن باید آداب و رسوم ایرانی، باید به قول معروف گفتنی تمام اون نخبگانی که در ایران بودن، از دانشمند بگیر، از شاعر بگیر، از نمیدونم فلاسفه بگیر، از پادشاهان بگیر، از کشوری که داشتیم در گذشته به چه زیبایی و به چه قشنگی بوده، از اینها باید صحبت میکنید که اگر این بچه یه روز رفت توی اجتماع بتونه جواب بده و بتونه مملکت خودش رو ببره بالاتر از اون چه که بوده و هست. بله. زبان فارسی من میتونم ببخشید یه موردی رو بگم. الان ایشون فرمودن، میخواستم بگم یکی از شعارهای من همینه. میخوام بگم که نه تنها بلکه یکی از مهمترین ارثی که یه پدر مادر در این کشورهای خارجی میتونه برای بچهش بذاره یاد دادن زبان فارسی. یعنی اگر اینو یاد ندادین بدونید که با رفتنتون شما دیگه واقعا رفتید. ولی اگه زبان فارسی رو یاد بدین، چون اون دوباره باز توی 13 به در میتونه شرکت کنه، چهارشنبه سوری، شب یلدا، همه این جشن‌های خوشگلی که ما داریم فقط با یاد داشتن زبان فارسیه که میتونن اونا رو گرامی بدن. این خاطری که حیفه که زبان فارسی رو بهشون یاد ندیم و این بزرگترین ارث رو براشون نگه دارید. اوکی. زبان فارسی اصلا آیا سخته؟ خب بعضی‌ها اولش فکر می‌کنن سخته، در حالی که واقعا ما از یه دونه دستور زبان فارسی ساده استفاده می‌کنیم. همونجوری که گفتم زبان فارسی فقط افعالشه که میتونه صرف بشه و حتی زبان فارسی یه زبانی که ما میتونیم سابجکت یعنی همون فاعل رو حذف کنیم. وقتی میگم من خوردم، حتی میتونم منم حذف کنم، میگم خوردم، آب خوردم. بله. این قشنگ مشخصه که کی خورده. بله. خورد. و ببینید ما مثلا جنسیت حتی توی ضمیر سوممون که او هست رو نداریم. دیگه خیلی مشخصا میدونیم وقتی میگیم او دیگه میتونه هم به اون مؤنث باشه، هم مذکر باشه، هم اشیا باشه یا حیوانات باشه. آره زبان فارسی با زبان عربی خیلی قراقاتی شدن. خیلی. یعنی اصلا خط ما با خط عربی یکیه. اوکی. خط ما با خط عربی یکیه. بعد ولی ما 4 تا حرف بیشتر داریم. یعنی گ ج ژ پ رو بیشتر داریم، 32 حرف داریم، اونا کمتر دارن.
خب اگه دوستانی که میخوان با خانم مانا سلطانی تماس بگیرن، ما شماره تلفنشون رو گذاشتیم اینجا. البته من یه سایت هم دارم. بله، سایتتون اسمش چیه؟ ilearnfarsi.com ilearnfarsi.com. و دیگه یوتیوب منم هست ilearn فارسی، اینستاگرام منم هست. یوتیوب هم داری؟ بله. انده اینستاگرام ilearn.farsi دارم. اونا رو هم میتونم مراجعه کنم. ولی اگه بیشتر میخوام با من آشنا بشن، توی همون سایت من ilearnfarsi.com اگه مراجعه کنن میبینن که ما چه کلاسایی داریم. بله. و میتونیم با همشون در خدمتشون باشیم. خب کسایی که اینجا زندگی میکنن چه چیزی داره، چه خوبی داره که بخوان فارسی یاد بگیرن؟ گفتم که خیلی مهمه، برای که امریکایی‌ها رو دارم میگم. آمریکاییایی که خب به هر حال اگه پارتنر ایرانی داشته باشن 100% به خاطر که با همدیگه بتونن ارتباط بهتری برقرار کنن باید فارسی رو یاد میگیرن. ولی اگه آمریکایی خالص باشن، مثل اون آقایی که اومد اون ریل استیت بود، به خاطر شغلش بیشتر من چند وقت پیش یه خانمی بودن ارمنی که به من زنگ زدن، گفتن مادرشون 86 سالشه و یکی از آرزوهاش این بوده که فارسی بتونه حرف بزنه. آیا شما باهاش فارسی حرف میتونین بزنین، یادش بدین؟ که من الان باورتون نمیشه چندین ماه به این خانم هفته 2 بار زنگ میزنم، فقط با هم دیگه فارسی حرف میزنیم. آخه مانا جان، تو کی از ایران اومدی؟ من 15 سال پیش تقریبا از ایران اومدم. 15 سال اینجا هستی؟ الان قرب دارم همش درس میدم اینجا. از همون اولش؟ از همون اولش یادم یه جشن مهرگان بود، وارد شدم. یه دونه اونجا خانمی بود که مؤسسه داشت، ابن سینا، و من با اون خانم آشنا شدم. تو ابن سینا درس دادم مدت‌های زیادی، الانم توی مؤسسه. چقدر عالی. پس همیشه دوست داشتی و همیشه معلم همیشه عاشق شغل. بریم یه آهنگ گوش بدیم. بریم یه میوزیک ویدیو گوش کنیم. چی که میگن؟ نه میوزیک ویدیو هنوز حاضر نه. بچی